اولین گام یوتیوبر شدن ساختن جیمیل و عضو شدن در یوتیوب هست. اما قبل از اون لازمه که یه قفل ذهنی رو بشکنیم. چرا عنوان ویدیو رو گذاشتم یوتیوبر شدن با حداقل امکانات؟ به نظر من همه میتونن یوتیوبر بشن، اما یه شرط داره و اونم اینه که کمالگرایی نکنیم. کمالگرایی بدترین دردیه که انسان دچارش میشه. اول ذهنت رو از کمالگرایی پاک کن تا بتونی شروع کنی. مثلا خود من با همه امکاناتی که الان دارم و ویدیو رو ضبط میکنم فکر میکنم که باید هنوز امکانات بیشتری داشته باشم، لوکیشن بهتری داشته باشم. از یه جهتی درسته این، ولی تا زمانی درسته که کارمون رو به عقب نندازه. خود من میگم که 24 ساعت اگه عقب بیفته کاری، اون دیگه با کمالگرایی درگیر شده. اما واقعا تا چه حد امکانات باید داشته باشم تا شروع کنم؟ برای حل این مشکل من میام زمان بندی میکنم و برای هر بخش کوچیک کارم یه محدوده مشخص زمانی میذارم. اینجوری اگه اون کار انجام نشه یه حس بدی میگیرم و برای اینکه حس خوبی داشته باشم با امکانات موجودی که دارم تمام تلاشم رو میکنم تا کار رو جمع کنم و به مرحله بعدی برم. مثلا امروز سپایه و میکروفون نداشتم. برای فیکس کردن دوربین از این ابزار استفاده کردم و میکروفون هم از این گوشی. پس با هر شرایطی که داری شروع کن، بعداً کامل میشی. حالا که نحوه شکستن قفل کمالگرایی رو بلدیم، پس بریم سراغ مرحله اول یوتیوبر شدن، یعنی ساختن جیمیل با گوشی به 2 روش سامورایی. خب اولین کاری که میکنیم داخل گوشی قسمت پلی استور، از این قسمت داخل گزینه جستجو نرم افزار جیمیل رو جستجو میکنیم. اگه نصب نداشته باشیم گزینه دانلود و نصب رو میزنیم. اگه هم داشته باشیم که ممکنه آپدیت نیاز داشته باشه، حالا من نمیزنم فعلا. بعدش برمیگردم میرم از 2 قسمت نرم افزارهای گوگل یا هر جا که نصب شده بود قسمت جیمیل رو باز میکنم و قسمت اون بالا سمت راست این قسمت بنفش دایره‌ای که حرف ای هست اینو میزنیم و از این قسمت به اضافه add another account وارد قسمت ستاپ ایمیل میشیم. گزینه گوگل رو میزنیم. تو این قسمت پایین نوشته create account. اینو که بزنیم یه سوال میپرسه for my personal use for work or my business. ما با قسمت for my personal use کار داریم. یه اسم بهش میدیم، اسم ترجیحاً خودمون باشه بهتره. عماد علیپور و گزینه next رو میزنیم. تاریخ و سال تولد و جنسیتمون رو مشخص میکنیم به میلادی البته. حالا باز next. خب توی این قسمت یه چند تا پیشنهاد به من میده که میگه از بین این اسما میتونی یکیشو انتخاب کنی. علیپور عماد 015 علیپور عماد 050 و یکی دیگه هم حالا گزینه create your own gmail. خودتون میتونید یه اسمی بهش بدین که براش تعریف کنین خودتون به سلیقه خودتون. حالا من کاری ندارم، همون 050 رو میزنم. یه پسورد براش مشخص میکنم و بعد next رو میزنیم. نرم افزار گوشی ازمون میخواد که این رمز و پسورد رو میخوای ذخیره کنی یا نه. من فعلا قصد ذخیره ندارم، کنسل رو میزنم. ولی شما اگه بار اولتونه و میخواین نگه دارین حتما این کار انجام بدید. next. یه سری قواعد و مقرراتی داره که اینو باید پذیرش کنیم با زدن این گزینه I agree. میچرخه تا باز بشه. خب الان جیمیل من تموم ساخته شد.
الان یه جیمیل 0 کیلومتر تر و تمیز داریم. روش دومی هم که میخواستم بگم از طریق خود گوگل یا جستجوی گوگل و سایت اصلی جیمیل. توی سرچ گوگل تایپ میکنیم جیمیل ساین اپ رو میزنیم، دومی کرییت جیمیل اکانت رو میزنیم. توی این قسمت کرییت ان اکانت وارد سایت جیمیل میشه. بازم این بالا قسمت دایره‌ای سمت چپ افزودن یک حساب دیگر، دقیقاً میرسه به مرحله‌ای که قبلا گفته بودم. خب عین همون مراحل قبلی قسمت کرییت اکانت پایین رو میزنیم و نکست همون مراحل طی میکنیم تا به ساختن جیمیل برسیم. توی ریلز بعدی حتما نشون میدم که چطور شماره پشتیبانی و یه ایمیل ریکاوری بهش بدین تا بعداً مشکلی پیش نیاد. الان هم در حال حاضر رمزتون و خود جیمیلتون رو یه جایی ذخیره کنید، مثلا داخل قسمت سیو تلگرام بهترین جاییه که من خودم همیشه ذخیره میکنم، چون اگه تلگرام پاک بشه بازم میتونیم برش گردونیم. خب این قسمت هم تموم شد. جیمیلاتونو که ساختین حتما بهم اطلاع بدین تا 1-2 روز دیگه قسمت بعدی ساختن یوتیوب، یعنی ساختن خود حساب یوتیوب رو هم ویدیوش رو براتون میفرستم. سابسکرایب و لایک یادتون نره.